سلام به همه. یه چند وقتی نبودم خواستم یه کلیپ درست کنم و یه خلاصه از این چند وقت بهتون بگم. خب اولین چیزی که باید بدونید اینه که همتون فکر میکنید من کنکور داشتم و به خاطر همین فعالیت نمیکردم. باید بگم که من پارسال کنکور دادم و الان دانشجوی دانشگاه سراسری رشته مهندسی کامپیوترم. پس الان کجا بودم؟ من دقیقاً از بهمن ماه فعالیت نکردم. پس چیکار میکردم؟ خب من دی ماه بود که خیلی شانسی آگهی استخدام فروشگاه زنجیره افق گروش رو دیدم و برای سرگرمی رفتم یه فرم استخدامی پر کردم. میدونستم که قبول نمیکنن چون کارت پایان خدمت میخواستن و من نداشتم، ولی بهم زنگ زدن برای مصاحبه برم و منم رفتم. با 5 نفر مصاحبه کردم و چند تا مشکل وجود داشت. یکیش سنم بود که خیلی کم بود، زیر 22 سال قبول نمیکردن و فکر میکردن نمیتونستم از پسش بر بیام. و دومین مشکل این بود که کارت پایان خدمت نداشتم، ولی وقتی اونا ذوق و شوقم رو دیدن و دیدن آدم پر انرژی ام، سنمو مشکل نگرفتم و به جای کارت پایان خدمت از معافیت تحصیلی استفاده کردم و تونستم استخدام شم و کوچکترین عضو کوروش تو کل ایران شدم. اصلا باورم نمیشد چون حتی فرم استخدام که اولش پر کردم اسم واقعیمو ننوشته بودم. خلاصه که از بهمن بود رفتم سر کار فروشگاه یکم سخت است، ولی من چون ارتباط با مشتری و مردم رو خیلی خیلی دوست دارم هر روز با ذوق میرم سر کار و همین باعث شده که من توی این مدت خیلی کم نفر سوم فروشگاه یا همون معاون بزرگترین فروشگاه VIP تو مرکز تهران بشم. توی پرانتز باید بگم که فروشگاه افق کوروش کلا 2 تا VIP داره و یکیش اینجاییه که من دارم کار میکنم. از این به بعد هم استوریام فعال میشه و استوریای باحال داریم، چیزای جدیدی به سرم زده که انجامشون بدم تو استوریا. اینم همون فروشگاهی که ازش حرف میزدم. خب دیگه من باید بریم واسه شروع یه روز خوب.